بعدها این باغ جنبه سلطنتی خود را از دست داد و محل گردش اعیان و بزرگان شهر شد و در قسمت شرقی آن باغ وحش به وجود آمد. دختر فتحعلی شاه همسر آقاخان محلاتی رئیس فرقه اسماعیلی که مقیم بمبئی بود از هندوستان سفیل و یک کرگدن برای نوه برادر خود ناصرالدین شاه هدیه فرستاد. برای نگهداری این حیوانات و دیگر حیوانات به دام افتاده در شکارگاه‌های ایران مدتی قسمت شرقی لاله‌زار به باغ وحش اختصاص یافت. گراند هتل، اولین و قدیمی ترین هتل ایران، از قدیمی ترین آثار معماری دوره قاجاریه نیز در لاله‌زار بنا شد. زمانی لاله‌زار 15 سینما و چندین تئاتر و تماشاخانه داشت و محل گذر زیباترین و شیک پوشترین زنان و مردان بود و همین هم باعث ایجاد مغازه‌ای به نام پیرایش شد که به جهت داشتن پوشاک مد روز در تهران شهرت یافت.